خب ببینید دوستان، وقتی ما میگیم پمپ تخلیه‌تون رو چک کنید و خالی کنید، ببینید الان تو پمپ داخل لوله چی گیر کرده. ببینید چه خبره، این چی هستن؟ واو، چیه این؟ ببینید نخ و لاستیک اورنگ ادامه دارد این داستان. هر چند وقت یه بار همین این موضوع باعث شده بود که پمپ تخلیهش بسوزه و یه هزینه به خاطر یه سرویس. ببینید یه دریه اینجا باز میکنی، تخلیه میکنی، میبندی، هر بار 3 بار 4 بار لباس میشوری، اینو باز کن تخلیه کن. داخل این گرونی هزینه رو دست خودت ننداز. به خاطر مسئله اینجوری این لوله ها پای نداره دیگه. اینا فنرین به هم میچسبونی، عقب جلو میکنی، باز میکنی، یه دقیقه خالی میکنی، یه هزینه رو دست خودت نمیندازی. من در خدمتون هستم، خدمات فنی MSC یا حق.